همدیاران عزیز من خوشه انگور رو از سویلوی خونم چیندم. انگوری نوعی مانیکور فینگر سورت پرزیدنتی و نزدیکتر آمده گیر کروبنی پلانکو. خیلی انگوری زیبا، خیلی انگوری خوشروی. من امروز 5 نوامبر در همین حالت قرار دارد. 5 نوامبر همین انگور. انا وزیر من این رو با شستم، با آب شستم و من در دستم میگیرم. یک چند دانه‌اش رو با شما نشون میدم که این چه انگور است. من ببینید. این انگوری مانیکور فینگر. از این من نهالش رو دارم برای فروش هست. و چنان قرص میکند که انا که بسم الله الرحمن الرحیم من میخورم. نشونید. من میخورم، شما قرص رو شنوید. خندش چنان بسیار شده است که شیرین شده است. این خودش عادتا انگور دیرپزک هست. دیر میپزد. خندش به نهایت شیرین شده، بامزه شده است این انگور. این انگور رو در وقتی که نو رنگ گیرد میخوره تروش. معقول نمیشه. وقتی این میپزد میخیل، ببینید این میپزد تا آخر رو و شکرش رو تا درجه اولی، تو در کاری شکر رو که میگیرد، این انگوری به نهایت بامزه میشود. و من حاضر خوردم چنان خرسست کرد که همین یک راحت میکنید این انگور رو خورده. همدیاران عزیز، از این نهالش هم هست برای فروش. میتونید مراجعه کنید در واتساپ. احترام نخواهش میکنم در واتساپ نویسید یا در مسنجر. چون که من از دسته با خلق در اینترنت نویساندن چشمام کسل کردم، دیگر سوز نمیبینم حرف رو. من نویسنویس دیگر نمیکنم. جلسه بود فقط التماس. واتساپی من 900 00 44 89. با سلام میگم در ایران مینویسد واتساپ رو. من کدام در کار است از همین انگور در واتساپ یا مسنجر نویسید. با دقتتون رحمت. تا نوارهای آینده.